روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 24 ینور است و ما شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی دعوت میکنیم که آن را همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. موضوعهای اساسی این نشر چنین است: در امریکا در برابر ده‌ها مهاجر غیر قانونی بازداشت شده برای قانون شکنی، قادر مجیدوف از تاجیکستان هم دستگیر شده است. دادستان دادگاه بین المللی جرم و جنایت در شهر گاگا می‌خواهد رهبری اولی طالبان را برای ظلم و ستم به زنان افغانستان به جوابگری کشد. یک سال شد بیرون را ندیدم، میگوید یک ساکن معیوب بلندآشیانه نوی در خوجند که لیفت ندارد. میخه اینجا خطرناک و ناگاه یک آتش شوخی کرده بازو که یک دیرش تیلی نتیاد. در ایالات متحده آمریکا بعد فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ برای سخت‌تر کردن مبارزه با مهاجرت غیر قانونی، یک شهروند تاجیکستان هم دستگیر شده است. عکس بازداشت قادر مجیدوف، شهروند 22 ساله تاجیکستان را نشریه نیویورک پست چاپ کرده گفته است پلیس او را با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی و فرار از افسر پلیس دستگیر کرده است. مجیدوف را قبلا در شهر فیلادلفیا بازداشت و به شرط ویران نکردن قاعده‌های اقامت رها کرده بودند. حالا ممکن است او از آمریکا اخراج شود. دونالد ترامپ که روز 20 ینور به کرسی رئیس جمهوری نشست وعده داده است که صدها هزار مهاجر غیر قانونی را از خاک آمریکا پیش می کند. در آمریکا بیش از 1.5 میلیون مهاجر غیر قانونی به سر می برد و معلوم نیست چقدر آنها شهروند تاجیکستان می باشند. یک دادستان دادگاه بین المللی جنایی درخواست کرد که حکم بازداشت ملا هیبتالله آخوندزاده رهبر گروه طالبان صادر شود. کریم خان دادستان بلندپایه دادگاه بین المللی جنایی گفت درخواست دستور بازداشت شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هیبتالله آخوندزاده و عبدالکریم حقانی به اصطلاح دادرسی کلان طالبان را ارسال کرده است. گزارش همکارم شهلا گلخواجه. دادستان دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت در شهر گاگا روز پنجشنبه گفت سعی دارد دادگاه امر بازداشت دو رهبر طالبان ملا هیبتالله آخوندزاده و عبدالکریم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان را صادر کند. هر دوی آنها به جنایت علیه بشریت و ظلم و ستم به زنان متهم می‌شوند. دادستانی ما به این خلاصه رسید که دو شهروند افغانستان مسئول جنایت‌ها به ضد زنان و دختران افغان هستند و همچنین جنایت‌ها به ضد آنهایی که به پنداری طالبان با عقیده‌های آنها درباره زنان موافق نیستند. همچنین مسئول جنایت به ضد آنهایی هستند که طالبان متحدان زنان و دختران می‌شمارند. رهبران طالبان هنوز واکنش به این بیانیه نکردند. کریم خان گفت تعقیب و آزار زنان کمش از 15 آگوست سال 2021 آغاز یافته تا کنون ادامه دارد. بعد بازگشت به قدرت در سال 2021 طالبان افراطی زنان را از حقوق زیادی از جمله حق تحصیل، کار و حضور در بسیاری از عرصه‌های جامعه محروم کردند. ماه آگوست سال گذشته طالبان قانون‌های سختگیرانه شریعت را در افغانستان جاری نمودند و وزارت امر معروف و نهی منکر گفت که برای رعایت نکردن این قاعده ها هزاران نفر دستگیر شدند. پرونده افغانستان یکی از پرونده های دادستان های دادگاه بین المللی جرم و جنایت است که با سبب های قانونی به تأخیر زیاد روبرو شده است. تحقیق مقدماتی سال 2007 آغاز یافت و تنها سال 2022 تفتیش موشکافانه شروع شد. درخواست بازداشت به 3 دادرس دادگاه بین المللی جرم و جنایت فرستاده می شود و امکان دارد برای صدور امر بازداشت 3 ماه ضرور شود. بیننده عزیز، در این فرصت برنامه پارچه از برنامه گپ آزاد رو میبینیم که این هفته در آن همکارانم دایر به بیانیه های وکیلان دومه دولتی درباره کتاب های تاجیکی صحبت کردند. وکیلان روز گفتند که در کتاب های درسی تاجیکان روسیه را اشغالگری آسیای مرکزی نامیدند که به نظر آنها درست نیست.
بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجاعی آنها خلاص کرد و قسمت دیگر میگن برعکس اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سال چه نظر دارید شما؟ ببینید وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم اون را اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگار میکند. بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستند. مهم از همه در سر حکومت کی بود کی نبود این مهم نیست، برای آن که ما تا سال 1924 در آسیا من چیزی به نام برتری قومی یا هیچ دولت نه خیوه نه خوقند و نه بخارا دولت‌های از نگاه ملی صاف و منسوب به یک ما همیشه در آمیختگی زندگی می‌کردیم. قسمی تاجیک‌ها در امارات بخارا بودند، قسمی تاجیک‌ها در خانه خوقند و من بعد در هیئت گنرال گوورنورهای ترکستان بودند. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که می‌خواهید، هر ارشیوی که می‌خواهید شما بروید پیدا کنید. اگر در ارشیو کار کرده باشید، زبان کارگزاری امیر، زبان کتاب، زبان مکتب، زبان مدرسه، زبان گفتگو در خود شهر بخارا ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته‌های تاریخ شناسی ما چه نظر دارید؟ مرحمت. تاجیکان بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودند. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود همون سرنگون کردن شاهی امیر بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پروداکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اولی عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصری که تاجیک‌ها حتی فهمیشی دولتداری مردم ما درک نکرده بودند و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. بینندگان ارجمند، این بحث بسیار جالب رو از دست ندهید. گپ آزاد رو روز یکشنبه در وبسایت azadi.org ساعت 8 صبح و در کانال آزادی ویدیو ساعت 14 به وقت دوشنبه تماشا کنید. برنامه را پی میگیریم. ساکنان یک بینای نوساخت بلندآشیانه در مرکز شهر خوجند میگویند هرچند با نرخ گران خانه خریده به یک بلندآشیانه معاصر کوچیده اند، تقریبا یک سال باز بی لیفت زندگی میکنند. قسمی از آنها سالمند هستند و دیگر عائله ها شخص معیوب و فرزندان خردسال دارند. شکایت آنها به چندین نهاد تا حال بی نتیجه مانده است. فرزان محمدی گزارش میدهد. رخشانه به کمک شوهرش نمیتواند بیرون براید. او با وجود معیوب گروه یکم بودن میتواند با عروبچه حرکت کند، ولی نبودن لیفت در بلندآشیانه استقامتشان آنها را به حالت تنگ آورده است. خانه آنها در طبقه نهم قرار دارد. رخشانه معلمه زبان انگلیسی است، اما بنابر نبودن لیفت بیکار می نشیند. وقتی که در اینجا ما کشتم دست کردیم، آرزو داشته بودیم که بیناهای نو، اینفراستراکتوراش مول، بعضی با پاندوس میپرویم، با لیفت میشنیم، هر با چمکچه. لیکن نیست از حالم. از این عائله تنها رخشانه نیست که با کمک شوهر بالای و پایان میفراید، بلکه دو فرزند آنها نیز که یکی معیوب است همه روزه همراه پدر باید به مکتب و باغچه رود. اینها یکمش این که سخت مانده شدن ممکن نه. اگر که اینها سخت مانده شوند پاتولوژی میگن، پاتولوژی میشه یک جایی شدنشون ممکن، ریسک ویسکاب. من همون به حرکت میکنم که بچه‌م خودت راه نرفته، من برداشته میبرم. حالا که این قبیل اشغال غلطی خیسه میتونه رفته، لیکن نه میگم بیو من میبردارم، من میفرورم. اکثری باشندگان این بلندآشیانه حدود یک سال باز در اینجا زندگی دشوار دارند.
باز بودن نقب لیفت و رعایت نشدن قاعده بی‌خطری خانواده‌ها را سخت نگران کرده است. آنها میگویند چند حالتی به فلاکت دچار شدن فرزندانشان را پیشگیری کردند. اتواشتای منیمیخه اینجا خطرناک و ناگاه یگانتش شوخی کده بازوکه یک دیرشه تیلی نتیت گفته میسخ و خواتیر شده 6 اتاج میبرام 6 اتاج میفرام هر سهش دست قپان کده میفرویم منمی خیلی ما سالی سین سالما میان سال یاشتر کم پیرن سالا و بچه ها منی احوال درست نیسته خلاص. همه ساکنان بینا طریق شرطنامه خانه ها را خریدند و هنوز این بینا از نظارت پرره فنی یا طلبات گن پلان نگذشته است. ولی ساکنان میگویند بغیر اینجا دیگر جای زیستی موافق ندارند. به گفته باشندگان این بینا را شرکت ساختمانی علی مصطفی بنیاد کرده است. این شرکت در این کوچه 2 بینا ساخته است. یک بینایش لیفت دارد ولی بینای دیگریش که 2 دالان دارد بی لیفت است. کوشش های ما برای یافتن مسئولان شرکت نتیجه نداد ولی یک کارمند آن در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که باید تا 1 ماه آینده در این بینا لیفت نصب کنند. ساکنان میگویند وعده آنها باوربخش نیست. این هم در حالی است که ساکنان به چندین نهادهای نظارتی شکایت بردند و آنها در جواب خود مالکان بینا را به نصب لیفت وظیفه‌دار کردند. حالا در شهر خوجند ساختمان بلندآشانه ها در اوج است و اکثرا شرکت های غیر دولتی به ساختمان آنها مشغولند. در چند بینای دیگر از سطح پست خدمات به مثل مشکل آب و تشناب و برق و راه ناهموار و جای نامناسب پرتوها شکایت ها می رسند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. گرمشوی سیاره روند مهاجرت پرندگان را در جنوب غرب امریکا تغییر داده است. چون این تغییرات را باشندگان ممنوعگاه عالم وحوش باسک دل آپاچی در ایالت نیو مکزیکو امریکا هم مشاهده کردند. گزارش خبرنگار صدای امریکا را همکارم زرنگزی نوروش را تقدیم می‌کند. تورنای کانادایی یا خاص شمال امریکا قوس‌های سفید و بیش از 400 نوع پرنده‌های دیگر برای زمستان گذرانی به ممنوعگاه باسک دل آپاچی نیو مکزیکو واقع در کنار دریای ریو گرانده آمدند. آنها از آلاسکا و شمال کانادا به اینجا مهاجرت کردند. دنیس ویسانت 35 سال در این ممنوعگاه کار کرده است. بازنشسته است و به این مکان که زمان جای گشت و گذارش بود آمد. می‌خواهد پرنده‌هایی را ببیند که گرمشوی سیاره سمت مهاجرتشان را تغییر داده است. به جای آنکه پرندگان در وقت معین شده به اینجا پرواز کنند، آنها هرچی دیرتر و دیرتر می آیند. من فکر می کنم که گرمشوی سیاره تاثیر زیاد می رساند. پرواز دیری پرنده ها سبب شده که جشنواره سالانه تورنه ها در باسک دل آپاچی تقریباً 1 ماه به تأخیر افتاد. کریستینا اورتگا 30 سال است که به تماشای جشنواره تورنه ها می آید. با گفته او با توجه به تغییر روند مهاجرت برنامه‌های چاره‌بینی هم تغییر خواهد کرد. با درک آن که خشکسالی آمده است نباید انتظار شد که پرندگان وحشی در زمان معین و مکان معین خواهند شد. ولی به هر حال شما می توانید بیایید اینجا. حالا حتی منظره ها جذاب است. طبیعت شناس جینا دلاروسو میگوید بالاروی حرارت باعث کاهش سطح آب در ریو گرانده شده مکان سکونت پرندگان را در باسک دل آپاچی تنگ کرده است. طبیعت شناس تلاش مردم محلی را یک راه مؤثر کم کردن تاثیر تغییر اقلیم به محیط می‌داند. اگر ما انتظار شویم که شرکت‌ها یگان کاری درست بکنند، من فکر می‌کنم که ما می‌بازیم. در تجربه کاری خود شاهدی چندین چنین تشبس‌های حکومتی شدم. چیزی که تمام سالهای کاری من به تغییر ماند، این شرکت در حیات جامعه، جلب ساکنان محلی و شوق مردم به حفظ محیط و بهتر کردن آن است. دلاروسو میگوید محبت و شوق مردم محلی را در گروه دوستان باسک دل آپاچی جمع آورده است و هر سال آنها جشنواره تورنه ها را برای دوستداران پرنده ها و عکاسان تشکیل می کنند. بینندگان عزیز، این گزارش را همکارم طاهری سفر تقدیم کرد. برنامه در همینجا به پایان می رسد. سپاس که ما را تماشا کردید.